تو بلالا. از خوشی زیاد ات و اشتیایم تار خورده. خوش آمدی بهادر. کجا بودی؟ ما منتظر تو بودیم. خوش باشین. میبخشین کم دیر کردم، جلسه طول کشید. میفهمین که ازدحام ترافیکی زیاد است. استغفر الله. معرفی میکنم، دوستم بهادر است. من کار خود احسان مندو هستم. خوش آمدی. خوش باشین. براتون خوشبختی آرزو میکنم. تشکر میکنم. زنده باشی جوان. بیا بشی غذا آماده است. زود شو دیگه. هلا درست است. غذا سرویس کنی. سلام، ما بهادر هستم. سلام، ما مسئله هستم. زیاد خوش شدم. با کنان از چه وقت معرفی هستی؟ از دوران مکتب؟ نه، دایلدر. دایلدر؟ ما میلدری هستم. چطور تو را نمیشناسم؟ طبیعی است. ما همی که دوره ابتدایی را خلاص کردم جرمنی رفتم. بعضا اونجا میباشم، بعضا هم اینجاست. از اون وقت با هم در تماس هستین، همونطور است؟ راستش زیاد ملاقات نکردیم ولی همیشه گپ میزدیم. ما کنانا بسیار دوست دارم. خب بهادر، در جرمنی چی گپ است؟ در جرمنی خب میفهمین دیگه. بسیار خوب. وقتی تو تکدن کیک هست. بیا بخیر. بفرمایین. مثل که خواب میبینم. باورم نمیشه که همه واقعیت باشه. دیگه یکی بسیار میترسم کسی بیایه و مرا بیدار کنه. دیگه هیچ کس ما رو بیدار نمیکنه ملکه. ما همیشه خوشحال میباشیم. اقدر با آرزوی این لحظات بودم که نپرس. مام بزرگا خونه گفتن که صبر تلخ است اما برای شیرین داره. مام به اندازه کافی صبر کردم. درباره او دردایی که هیچ خلاصی نداشت فکر میکنم. اگه او وقتها کسی میامد و برام میگفت که یک روز همراه عزیز عروسی میکنی، اصلا باور نمیکردم. مثل ای بود که هر چیز زیبا و خوب بسیار از من دور بود. ما برعکس تو مطمئن بودم که بالاخره این روز میرسیم. میفهمیدم که تو هم منتظر من هستی. منتظر بودم عزیز. بدونی که به کسی چیزی بگویم، بدونی که به کسی چیزی رو نمایان کنم انتظار میکشیدم. میلوش دیشب کل چیز بسیار مقبول بود نه؟ مقبول؟ آی دختر کلگی حیران مانده بودن، حیران. حتی دوست کنانم خوب ساتشتر شد. یک وقت دیدم که بیخی به حال روز ما تعجب کرده بود. دختر اصل چقدر بچه جذاب است نی؟ خدا به صاحبش ببخشش. خدا میفهمه که همراه چی تغذیهش کردن. ماشاءالله سبحان الله. اگه در محله ما می بود دخترای تو نمی ماندنش. به هر حال ما برای یک چیز بگویم، مقبولی و جذابیت فنا شدنی است. جوان مردی مهم است. جوان مردی. مثلا منظورت کی است؟ دیگه کی باشه دختر؟ حافظ. تو نام بیبی. وای ننه جان. میلوش ما چی مشنوم؟ نه که گپ خلاص است. نه خیر جانم، هنوز نه. ادامه میتم ببینیم که آخرش چی کوشش کو کمی تیزتر باشی. بیخی ندوام ها. تو گپیره بیبی. خوب دختره تو مربان درباره خود بگو خانم اصلا. نفهمیدم. اصلا میفهمی خرابترین خصلت عشق چی است؟ فکر میکنی که کسی چیزی را نفهمیده. آدم میتونه با آتش بگرده؟
تو میخوایی چی بگویی میلوش؟ خلاصه میخوای میره بگویم که عشق تو و کنان بسیار آشکار است. گوش کنی با من این کار نکنی من فریب نمیخورم جانم. قسمت بعد قضیه چی است؟ او علینا متوجه کل چیز است. همیشه چشماش متوجه تان است. تیر خودم میاره او گپ جداست. ما برات گفته باشم تو بسیار احتیاط کن خواهر جان. ما از وقتی که از شفاخانه برآمدیم فکر کردم میرو درباره اتفاقاتی که به ما رخ داد. خب بسیار عجولانه تصمیم عروسی را گرفته. با خیال مورال خوب گوشایتا پر کرده. حالا این گپ از کجا شد؟ مرگ مادر، مریضی ما، جدا زندگی کردن ما، کل چیز بسیار فکر ما مخشوش کرده. دیگه میخوایم درباره زندگیم تصمیم قاطع بگیرم. نمیخوایم اون قسم تیر خود بیارم. خصوصا آدمی که از کام مرگ برمیگرده. یک اندازه خودخواه میشه دیگه. علینا جان درکت میکنم، میفهمم، میبینم یک مرحله سخت و دشوار زندگیت سپری میکنم. تو مرا درک نمیکنی کنم. چیزایی که من سپری کردم هر کس درک نمیکنه. روزا میشه که فکر میکنم تصمیم گرفتم استانبول ترک کنم و از اینجا برم. استانبول ترک کنی؟ ما به جنیوا میرم. تداوی ما ده اونجا ادامه میتم. ده اونجا یک خانم داره. میتونم ده اونجا زندگی خود به راحتی ادامه بدم. خب ما گفتیم ما چی وقت ما شده بوده. بعد از یام سخت است که ما شویم. بهتر است که امیال جدا شویم. بله گپایتا گوش میکنم وکیل جان. دایی گل صبح چی گپ هست؟ چی؟ یک دقیقه تو چی شتیات میگی؟ تو مطمئن هستی که میخوای جدا شوه؟ علینا من خو هیچ نفهمیدم. دختره که تا دیروز طفل خانواده میخواست چی شد؟ چی باعث شده که یک دفعه از کل آرزوهای دست بشویی و حتی حاضر به رفتن از این کشور شوی؟ چیزی نشده کنان. فقط به بعضی مسائل بدیده متفاوت تر دیدم و بعضی حقایق پی بردم و فهمیدم که نمیتونم به زبان بیارمش. علینا بیبی به من راستت بگو. اورال تو را مجبور ساخته که خزم کنی؟ این موضوع مربوط لالایم نمیشه. این تصمیم هنوز به اوام نگفتم. خواستم که اول به تو بگویم. خب من به این تصمیمت باور نمی کنم. به این خاطر است که به من باور نمی کنی. مرا به چشم یک طفل خرد می بینی، اما من یک زن هستم که میتونم خودم تصمیم بگیرم. لالایم به این موضوع هیچ ربطی نداره. خودگه ما باید برم. همراه وکیل قرار ملاقات دارم. علینا اگر قلبت شکستانده باشم. نه کنان، کاملا برعکس. تو هیچ کار نکردی که قلب من شکستانده باشی. شاید کل اشتباهت می بوده. به خاطر خوشحالی من خوشیای خدا برباد دادی. من متوجه کل چیز هستم. علینا بسیار متاسف هستم. اما من نیستم. ادامه دادن به یک چیز ناممکن بمانه است. انسان به جایی که تعلق ندارن نباید بمونه. از او خاطر من میرم. متوجه خود باش. بله. علینا کجا هستی؟ در راه هستم لالا، میایم. پیش از اینکه تو بگویی باش خودم برات بگویم. میفهمم که وکیل به تو گفته. بله همیاله به من زنگ زده بود. چی گپ شده؟ یک دفعه این مسئله طلاق از کجا شد؟ وقتی که به خانه آمدم گپ میزنه. علینا بود.
چندان خوب به نظر نمی رسید. به خاطر گفتن یک تصمیم آنی آمده بود. به هر حال دی باره گپ نزنیم. تو دی ساعت اینجا چی میکنی؟ خوش آمدی. آمدیم که به خاطر دیشب تشکری کنم. دی اواخر ما هیچ ده بین ای توی خانواده نبودیم کنان. دیدی من خوب برات گفته بودم. واقعا بسیار خوشبخت هستی. زنده باشی. تو هم کم کم همراهشان ملاقات کن. کنان ده اصل ما از تو یک چیز دیگه پرسان میکنم بیادر. بگو بیادر، پرسان کن. چی؟ اصلا چی شده؟ در زندگیش کسی هست؟ یعنی او تنها است؟ تو ایره میفهمی بیادر؟ نمیفهمم. راستش تا جایی که میفهمم کسی نیست. نه خیرت خواه است؟ کنان راستش مرا از اصل بسیار خوشم آمده. راستش ما میخوایم که ما یک رابطه داشته باشم کنان. میفهمی که قسم دخترای خانواده خوب کم پیدا میشه. سن سال ما پخته شده میره دیگه. بله بیادر، راست میگی. بله. قهوه میخوری؟ نه خیر، زنده باشی. خسته نباشین. آی ملکه، مادر تو در اینجا چی کار داری؟ یعنی چی که چی کار دارم دخترم؟ به کارم آمدیم. تو خواهمی دیروز عروسی کدی. آدم در روز دوم عروسیش سر کار میایه، فقط که کاروبار میگریزه. چی میکدم اما؟ مثل جوانا با مای اصل میرفتم. سرم پیران عروسی رو خوب پوشاندین، با مای اصلم روان میکدین. در ضمن من از قسم چیزا خوشم نمیایه. عشق یک کار نمایشی نیست، یک کار غرورآمیز است. والا خوب با نجور کدی، چیز به گفتن ندارم. پدرم کجاست؟ سر کار است. اینا چی میکنن؟ عجیب هستی. آی شما چی میکنین؟ شروع میشه. بته اما جان. مرسل کو کنان کدام گل باب دادمتون نیست و من راستش بگو. لالا جان کمه صبر کو، کمه آرام شو. لطفاً بدون ای که گپای مرا قطع کنی اول گوش کو بعد از او گپ بزن. قبول است یا نه؟ درست است، مشنوم. مقبولم. بیا بشینیم. بیا اینجا بشین. مقبولم. بیبی لالا پیش از پیش میگم همراهی کنان گفتگو نمی کنی و او را در این مسئله دخیل نمی سازی. قبول است؟ درست است. وعده میتم تو از او به شرف قدر محافظت نکن. من از کنان محافظت نمی کنم. اول گپای مرا بشنو. این تصمیمی که گرفتم به کنان هیچ ربطی نداره. کلش خواسته خودم بود. چی گپ شده؟ از کسی که از عشقش میمردی در 2 روز منصرف شدی؟ حتما کدام کار کرده، اما تو از ما پنهان میکنی. میگم او هیچ کار نکرده. مرگ مادر، مریضی ما، اوضاع داخل خانه باعث شده بود که هیچ فکر نکرده تصمیم بگیرم. اما یک مدت میشه که دوباره با یک دید واضح تر درباره همه چیز فکر میکنم. به نظرم لازم نیست که این رابطه را ادامه بدیم. بالاخره به گپ من رسیدی. اگر از اول به گفتای لالایت گوش میکردی هیچ کدام از اینا سر ما نمیومد. ماهیگیر احمق کنان، شله شده یو یک آدم نادار داخل خانواده ما ساختی. لالا درست است، چوب میباشم. مایی را هر وقت از او بگیری تازه است. بالاخره از او کنان احمق نجات پیدا کردیم. خیرت از نورا، چی گپ شده؟ حالا به گپای ما گوش میکنی؟ نه او تو یک چیز امکان نداره. چی؟ من قهوه‌تون آوردیم. خب بیارش دیگه. نوش جان. زنده باشی. ما را اینجا بیکس و کوی تنهایی لا کنی و رفتی. خسته نباشه ابرو جان، بعد از 6 جلسه هیئت رهبری است. از اینا باید یک گزارش تهیه کنیم. درست است، حلش میکنم. سعیس بازم خسته نباشی.
خانم علینا مزاحمتان خونه سمنی؟ نه خانم نورا، داخل بیا. راستش کدام کاری نیست، اما من به خاطر شما به تشویش هستم. خواستم پرسان کنم که به کدام چیز ضرورت خو نداره. خانم علینا یک قسم نکنن چی میشه، حیفتون نکردن. ببینن تازه خوب شده بوده. من خوب شده، کاش که هیچ وقت خوب نمیشدم. بیازو هر بلایی که سرم آمده از دست این مریضی لعنتی است. خانم علینا چی شده؟ وقتی همراه آقا اورال گپ میزدن شنیدم شما واقعا میخواین جدا شوین. اما چرا؟ شما خب بسیار خوش معلوم میشدین. خوش معلوم میشدیم؟ کدام گپ دیگه هست اما شما نمیگه؟ من او را بسیار دوست دارم، اما او فقط به من مهربانی میکنه. او قدر یک انسان خوب است که به خاطر من از خواستای خود منصرف شد. چه قسم یعنی؟ نفهمیدم. ای کدام موضوعی نفهمیدن نیست نورا. از دست مریضی معلوم نیست که چی وقت خانه استم و چی وقت شفاخانه. حتی معلوم نیست که دیگه تا چی وقت زنده باشم. من حتی با او یک طفل دادن نمیتونم. بازی عروسی کردن ما دیگه چی مانا خواهد داشت. اما این رای حل نیست خانم علینا. شما میتونین فرزندی بگیره. نه قسم نمیشه نورا. من کنانه بسیار دوست دارم و فقط خوشی او را میخوام، اما تحت این شرایط امکان نداره که او را خوش بسازم. چرا دروازه را تک تک نمی کنی ماهیگیر؟ بالینا چی گفتی؟ هیچ چیز. میفهمم که در این مسئله دست تو دخیل است. زندگی تو سراسر تهدید و دسیسه ساختن است. حتی به خواهرت رحم نمی کنی. برش چی گفتی که تصمیم طلاق گرفته؟ میفهمی مشکل تو چی است ماهیگیر؟ خدا بیش از حد مهم فکر میکنی. حتی خودم باور نمیکنم. تو که خود یک چیز فکر میکنی، اورال دمیروغلوی بزرگ چی فکر کنه؟ چتیاد نگو، به سوالم جواب بده. ما هیچ کار نکردیم، یا بهتر است بگویم به ما هیچ ضرورت پیش نامد، به خاطر که علینا کل چیزا با چشمای خود دید. فهمیدی؟ کل ما میفهمیدیم که ازدواج خواهرم با تو بر یک نفره که فرهنگ پایین داره زیاد دوام نمیکنه، اما از خاطر که مریض بود نگفتیم. باورم نمیشه. بایدم باورت نشه، به خاطر که اصلیتت به یاد بیارم از او خاطر قار میشی. اگه خبر شوم که کدام کار کرده باشه که علینا قار شوه، او وقت خود کنترل نمیکنم. فهمیدی یا نه؟ متاسف هستم ماهیگیر، علینا دیگه تو را به خود مناسب نمیبینه، خصوصا وقتی که فهمید با بیادر قاتل مادرش عروسی کرده. او را بسیار تکان داد. از او لازم خود قناعت داده نمیتونه. خلاصه باید بگویم که حقایق هر وقت به خواست دل تو پیش نمیره ماهیگیر. ایره دیگه بفهم. حالا میتونی برایی. میفهمی که عروسی چه قسم بود؟ خلاصه برات بگویم یک عروسی شاهانه بود ولی در کشتی برگزار شده بود. من کلگی طرف مسائل میکرد، اقا مقبول شده بودم. آی دختر به تخته بزن که نظرم نکنی. آی یک لحظه فکر کردم که ملکه خواهر حیف نشه. میفهمی که در عروسی از عروس کردن نباید کس مقبول باشه. اما چی کنم جانم؟ جذبه را بگویی 10 نمره، انرژی را اگه بگویی 5 ستاره. مثل آفتاب میدرخشیدم، هر کس طرف مسائل میکرد. آی دختر، ای به ایمان است که اگه خودم عروس باشم باز بیخی قتل عام خود کردم. خانم ابرو بفرمایید شما چی میخواین؟ سینان در خانه است. در خانه است اما خب است. خانم ابرو استا چه؟ اثر رایم پس شو، درباره یک کار مهم گپ میزنم. خانم ابرو، خانم ابرو بیدار شو آقا سینان. چی گپ هست؟ چاش شده بخی زود شو. آقا سینان مهمانشان شدم اما گپ ما گوش نکردن. نورا جان تو برای ما حالش میکنم، درست است برای. چی گپ هست؟ چی گپ شده ها؟ چاش دست آقای محترم، خبر هستی؟ چی فرق میکنه اگر چاش شده باشه؟ تو دنجه چی کار داری ابرو؟ اگه به یک کارت یک دلیل منطقی داشته باشی خوب، اگه نه بد رقم قلبت هم میشکنونم، خبر باشی. ما اینجا به خاطر نجات زندگی تو آمدیم احمق. تو چی میگی ها؟ البته از اینکه مصروف خوشگذرانی هستی از اتفاقات داخل شرکت خبر نیستی. شرکت چی شده؟ 1 ساعت بعد یک جلسه بسیار مهمه هیئت رهبری از جانه و اگه تو در این جلسه نری تمام حقوقت از پیشت گرفته میشه. راستی؟
البته جانم. بله دیگه. لالای دوست داشتنید به خاطر دور ساختن تو از شرکت 1000 قسم پلان جور میکنه و تو از خاطر خوشگذرانی و راحت طلبی حتی زیر زنخت نمیبینی. به خود بیا دیگه. توبه توبه. بیادر تو ده اینجا چی میکنی؟ باید دمای اصل نمی بودی؟ بچه ما دمای پیر و سال خورده هستیم. با ما و ملکه هر روز ماه اصل است. چی شده؟ جگرخون معلوم میشی کدام مشکل پیش آمده؟ نه بیادر، همیشه این گپ. نه مثلا مثل سابق معلوم نمیشه. تو یک دفعه بیشی. دیشب همه چیز بسیار عالی بود. خواستم یک دفعه بیایم از نزدیک تشکری کنم ازت. مطمئن هستی که چیز نمیخوایی؟ هیچ چیز نمیخوایم. بشینی؟ در اصل ما باید یک چیزی را اعتراف کنم. ما اینجا فقط به خاطر دیدن تو آمدیم اصل. دیشب کل چیز عالی بود. شما، محیط خانواده تان و ای که مرا در جمعتان شامل ساختین، ای همه مرا شدیدن تحت تاثیر قرار داد. چهره خندانت، انرژیت و با جذبت حیران ماندیم. اولین بار که تو را دیدم تحت تاثیرت قرار گرفتم. او وقت تو مرا نمیشناختی. بعداً دوباره روبرو شدیم. همراه کنانم گپ زدم. او هم برای من جرأت داد. یک دقیقه نفهمیدم. گفتی کنان به تو جرأت داد؟ او برات گفت که به اصل احساساتت ابراز کن؟ بله، با عنوان کسی که تو را میشناسم با او مشوره کردم. او هم گفت که برو گپ بزنم. این قسم است. ما طفل نیستیم و ما هیچ آدمی نیستم که از نیت خدا پنهان کنم. اگر تو هم میخوایی که مرا بشناسی، میخوایم که تو را به یک شام به غذا خوردن دعوت کنم اصل. دوستا، جلسه هیئت رهبری را شروع میکنم. طوری که دیدم ایشه آقای سینان به جلسه نمیاین. حالا مزاحمتون نمیشم. ادامه بده. تو و حرکاتش بی. بازم بسیار تشکر اصل. خواهش میکنم، بازم منتظرت هستیم. تو بازم درباره پیشنهادم یک بار فکر کن. خداحافظ. خداحافظ. اصل؟ او بهادر نبود؟ چی شده دخترم؟ چرا آمده بود؟ آمده بود دیگه مادر. چی بفهمم؟ دخترم کدام چیز شده؟ نشده و تشویش نکو، اصلا هم نمیشه. حالا ما چی گفتیم؟ ابرو تو خوب هستی؟ تو را چی شده؟ خوب هستم. شام مار خوردم. سرم بد خورد. از او خاطر است. جانه، مطمئن هستی که از خاطر مرغ است؟ شما به کار خودتان برسید. اما از خدا رو مرغ خدایا دیوانه شده. دخترای کثیف بخیل.
هیچ کاری کردن نمیتونم. سبا حسابش پرسان میکنم. خلاصه مام دقیقا نفهمیدم که چی مسئله است بیادر. ولی مام بخی حیران ماندیم. این دختر دیوانوار عاشق تو نبوده؟ چی شد که یک دفعه کل چیز تغییر خورد؟ همین 2 شب پیش به خانه ما به غذا خوردن آمده بودین. بیادر من خو هیچ به حسابی زنان نمیفهمم. هر روز در حالت تغییر هستن. یک بار که عروسی شد باز طلاق گرفتن یک کار آسان است. ما هم سر اورال شک کردم. کوشش کردم از دانش گپ بگیرم. مشخص است که او هم کار نکرده. البته از این وضعیت خوب لذت میبره. بس تصمیمی است که علینا به تنهایی خود گرفته. به غیر از احترام کردن کدام کار دیگه از دست ما نمیآید. معلوم دار امی قسم از بیادر. ولی تنها ترسم تنها تشویشم ای است که علینا احساس تنهایی نکنه و مریضیش دوباره اوج پیدا نکنه. شاید مشکل در اینجا باشه کنم. یعنی چی قسم بیادر؟ بچم ببین علینا با تو بسیار زیاد فکر میکنه. ای رو میبینی و هم میفهمی. اما اورال هم مثل هر لالای دیگه از خور خورد خود محافظت میکنه و از این حرکاتش معلوم میشه. من هر کاری که از دستم بیای انجام میتونم. کم از کم کوشش کردم که انجام بدم. کوشش و تلاشای تو رو تقدیر میکنم اما تو عاشق علینا نیستی. یک زنی که شوهرش تمثیل میکنه و ای که چی راست است و چی دروغ است 100% میفهمه بچه. به نظر تو بسیار جگرخون شده. خدا ملامت فکر نکن. این قلب است. علینا به حقیقت پای برده و مثل هر زن با غرور ترجیح داده که بره. در فکر من یک دلیل دگام از بیادر. علینا نفهمیده که لالایم قاتل مادرش است. البته او مسئله است. نتونسته تحمل کنه با برادر قاتل مادرش زندگی کنه و به خاطر که من جگرخون نشم برم در این باره هیچ چیز نگفته. بچیم کل چیز پشت در پشت آمده. غیر از قبول کردن یک دیگه چاره نیست. خدا به جای علینا قرار بده. یعنی میگه حق داره؟ همراه این اوراق کل چیز حل میشه نی؟ بله خانم محترم. مام تا چند روز آینده به جنوا میرم. نمیخوایم در ارتباط با طلاق کدام مشکل پیش بیاید. درست است خانم علینا. هر قسمی که خواسته باشه. در ارتباط با دعوا به من خبر بده. تشویش نکنه. ابرو ما نمیفهم که برای چی بگویم. یعنی اگه تو نمی بودی باز اورال تمام حقم از پیشم میگرفت. این خوبی تا هیچ وقت فراموش نمی کنم. امیدوار هستم فهمیده باشی تنها کسی که به فکر تو از فقط مستم. ابرو متوجه هستم که در این وقتهای آخر کمی اذیتت کردیم. زیاد متوجه تم نبودیم. یعنی هر چیزی که بگویی حق داری، اما باور کن فکرم بسیار مغشوش بود. نه جانم، حالا ضرور نیست که خودم قصر فکر کنی. در ضمن من هر کاری که امروز انجام دادیم به خاطر مسئولیتم در قبال رئیس و وظیفه‌ام بوده. خب مرا میبخشی ابرو؟ ابرو تو خوب هستی؟ وضعیتت خوب نیست ها؟ به شفاخانه بره؟ نه کدام چیز مهم نیست. بله کنان بیکار هستی؟ در این وقت شب زنگ زدم. مشکل نیست، بیکار هستم، در کشتی هستم. گفتی در کشتی؟ در این ساعت؟ علی نام حال پشیمون شده باشه که چرا تو را به این کار ماند. تو کدام چیز میگفتی؟ خیرت از چی شده؟ میشه از هوا ببینی؟ سیز درست است میشه. کدام چیزی شده؟ نه چیزی نشده.
میخوایم اوراق SE گارسونایی که به ما کار میکنن برات تسلیم کنم. میشه هر وقت که خواسته باشی بیا. درست است، میبینی هیچ در روی خود نمیاره. گپایی که به بهادر گفتی را یک بار به من بگو. میبینم که عرصه مجرد یک جای جمع شدن. ما 2 نفر خوب فهمیدیم اورال. حالا رفته چرا الینا رو داخل میسازی؟ آی سینان، با تو باید جایزه بیادر سال داده شود. وقتی که تو امرای زنان میرقصیدی، وقتی که مشروب مینوشیدی، وقتی که در شرکت جایت مستحکم میکردی، البته که خواهرت فراموش کردی. اورال بیبی اگه یک گپ واضح بگویی میموری ها؟ عضو جدید انجمن مجرده خانم الیناست و زودی با جمع ما میپیونده. حالا منظور ما فهمیدی؟ الینا ای چی میگه؟ هر چیزی که میگه راست میگه لالا. من میخوایم طلاق بگیرم. چی؟ چرا؟ بسیار متعجب شدی؟ چی شد؟ نه که به خواهرت ماهیگیر مناسب میدیدی؟ بسیار خوب میفهمی که مقصد مو چیز نبود اورال. الینا مطمئن هستی؟ یعنی درست فکر کردی یا نه؟ طرف ما بیبی جانم این تصمیمی نیست که در ختم یک جنگ کوچک گرفته شود، فهمیدی؟ نه لالا جان، این تو یک تصمیم نبود که به یک قدر سادگی گرفته شود. اما چی گپ شد؟ شما خوشحال بودین؟ فهمیدم که در یک بازی قرار داره. ما دیگه خسته شده بودم. دیگه ای که وقتی که فهمیدم لالایش قاتل مادرم است دل سرد شدم. او خوصه‌ای است. با گفتن هیچ چیزی هم نیست. آفرین الینا جان، بالاخره آقا سینان قناعت دادی. من میخوایم به یک مدت در خانه جینوا باشم و فکر من راحت بسازم. میخوایم که تنها باشم لالا، فقط همین قدر. یک دقیقه، جنوای چی؟ حالی گپ از کجا شد؟ من نمیخوایم تو به تنهایی اونجا بری. من تنها نمی باشم. خانم بایرونی که از اصلی هم است. خانم بایرونی که چی بود؟ زن فیصله است، 97 ساله شده، پاش به لب گور رسیده. او حتی نمیتونه متوجه خودش باشه. در ضمن باید از نزدیک متوجه تو باشه. لالا جان، ای که تو اقدر با ما فکر میکنی این مرا دیگه مریض میسازه. من طفل نیستم. در ضمن اونجا به خاطر خوب شدن خودم میرم. یعنی به این سفر ضرورت دارم. اورال درسته، زیادتر از این سرش فشار نیار لطفا. الینا هر قسمه که میخوایی همو قسم کن. هر جایی که خوش هستی همونجا باش. البته که خوش میباشه. بیادرش مثل کو پشت سرش است. کجای کار ما اشتباه بوده؟ چطور یعنی؟ طرف خود ما بیبی. هر سه ما تنها هستیم. تمام گناه خو از اونا نیست. شاید و قدر در یک محیط پر از محرومیت کلان شدیم که همیشه در زندگی ما یک خلا بوده و کوشش کردیم این خلا را با اشخاص اشتباه پر کنیم. شاید. یعنی چی؟ حالا ملامتی هم سر ما افتاد؟ اگر ملامت هم نباشیم بیگنام نیستیم.
ملکه چی گپ شده که زیر فتره اصل جگر خون است؟ یک کلمه گپم نمیزنم. کدام چیز شده ها؟ نه جانم کدام چیز نشده. تا جایی که من میفهمم چیز نشده. خیلی چرا لبوری دختر یک قسم کشول است؟ از دیروز فتره یکم عجیب شده. ما متوجه هستم اما نمیفهمم. چطور نمیفهمی؟ بیبی نه که اورال کدام کار کرده و به خاطر او جگر خون شده؟ نه مشکل او اورال نیست. پس چی است؟ خب نه که کانون است. من چیزی را نمیفهمم فقط حدس میزنم. چی شده با هم جنگ کردن؟ نه او تو کدام چیزی نیست. فکر میکنم اصل با الینا حسادت میکنه. با الینا حسادت میکنه؟ بله که من فراموش کردم که براتون بگویم. الینا دیروز یک دفعه تصمیم گرفت که از کانون طلاق بگیره. حالا این گپ از کجا شد؟ تا دیروز خونم خوش بوده. کانون هم نمیفهمه که چی گپ شده اما دختر بسیار جدی بوده. اتفاق نمانده که سر او بچه بیچاره نامده باشه. خب اصل خبر داره؟ نه جانم فکر نکنم کانون به زودی از شوک برآمده باشه و بسل گفته باشه. بله اصل ما آمدم. میشه بیایی و اوراق بگیری؟ درست است منتظر باش میایم. ده اصل ما باید یک چیز اعتراف کنم. ما اینجا فقط به خاطر دیدن تو آمده اصل. دیشب کل چیز بسیار عالی بود. شما محیط خانواده تا و ای که مرا در جمع خود شامل ساختین مرا بسیار تحت تاثیر قرار داد. ایره تنها به خاطر دلخوشی تو نمیگم. شعر خندانت، انرژی و با جذبیت کاملا حیران ماندیم. ده اصل ما اولین باره که تو را دیدم تحت تاثیرت قرار گرفتم اصل. البته او وقت تو مرا نمیشناختی. بعدا دوباره روبرو شدیم. همراه کانونم گپ زدیم و برام جرأت داد. یک دقیقه نفهمیدم. گفتی کنان به تو جرأت داد؟ او برات گفت که به اصل احساساتت ابراز کن؟ ای همون لحظه ای است که تقدیر مرا تغییر میده. کمانده که یک دمی رغلو شوم. خوش آمدی. زیاد خوب منتظر نماندی. اوراق کجاست؟ ده اینجاست. برم ده موتر است. نشانت میتونم دیگه چیزام هست. سعیس خب اوراق کجاست؟ تو چی میکنی اصل چی میکنی؟ دیوانه شدی؟ بله دیوانه شدیم. یعنی چی که دیوانه شدیم؟ احتیاط کو. کمربند تا بسته کو. اصل تو چی میکنی؟ کجا میری؟ آیسته برو. آرام باش یکم به خود بیا. تا که برم نگفتی چرا به این زودی از منصرف شدی؟ از این موتر پایین شدن نمیتونی. آرام باش میگمت اصل.
ما بیبی اورال هوش کنی کدام رسوایی برپا نکنی، هوش کنی صدایت بلند نکنی. اگه نه دم اینجا میکشمت. حالا برو آدمواری غذایت بخور. آقای اورال، اگه یک دفعه دیگه دیدم که با اصل مزاحمت کردی برات بسیار بد میشه. منظور من فهمیدی یا نه؟ افتخار میکنم که طفل تو را در بطنم پرورش میدم.